سلام مجدد. در بخش اول راجع به اشخاص دارای خصوصیت اجتنابی راجع به گپ زدیم که اونا در یک رابطه جنسی وقتی که با یک کسی قرار میگیرن، طور مثال نامزد می باشن یا بر ترتیب عروسی کرده می باشن یا که در یک روابط عاشقانه قرار می داشته باشن، چی نوع یک مدل از رابطه در تصویر خود دارن و چه قسم اینا عمل میکنن به بنیاد از امو این رابطه اجتنابی به دو قسمت تقسیم کردیم، به خاطر از اینکه دو نوع وابستگی اجتنابی است. یکی وابستگی اجتنابی است که تقریبا مثل وابستگی اضطرابی، اما در قسمت های قبلی گفتیم حتما شما ویدیو رو ببینید، در راجع به تفصیل راجع به این مسائل بحث شده. رابطه اجتنابی است که مشابه به رابطه اضطرابی است که در دوران کودکی والدین خوب داشتن، والدین مهربان داشتن، والدینی که همه چیز در خدمت از اینا قرار داده، اما بعضی وقتا توجه برشان نکرده، بعضی وقتا دوری ایجاد شده، بعضی وقتا بالاشون شرایط گذاشته، بعضی وقتا برشان گفته شده که گریه نکو، یا ای که مرد هستی تو باید گریه نکنی، یا ای که دختر گریان روی، یا بر ترتیب اقدر برخورد بعضی وقتا با اونا برخورد اقدر صمیمی و درست نشده، اونا رابطه مضطرب ایجاد میکنن، رابطه تشویشی، و که باز شما ویدیو رو حتما ببینین به تفصیل. حالا در اینجا راجع به او گپ نمیزنیم. باز یک نوع دیگه رابطه اجتنابی است که او تکرار شده زیاد امی بی‌اعتنایی والدین، که به حد بی‌اعتنا والدین بودن که دیگه کودک کاملا امید خود از دست داده و خودش از خود مستقل شده، از لحاظ از نگاه احساسات، از نگاه خواستای خود که نیازهای خود که در کودکی برش رسیدگی نشده، یا ای که احساساتشان درک نشده، فهمیده نشده، اینا بالاخره مستقل شدن، خودکفا شدن، یعنی کاملا اعتماد خود بالای والدین از دست دادن و دیگه امید هم ندارن که کسی احساس از اینا رو درک کنه، کسی به گپ از اینا حداقل اعتنا کنه. راجع به یه ویدیوی بسیار مکمل است، چندین ویدیو، ایرام لینک هایش هم میگذارم، اونا رو ببینین. منتها این بخش راجع به نوع دوم وابستگی اجتنابی گپ میزنیم که این نوع دی بسیار زیاد روابط خراب موجود بوده بین والدین و طفل، کاملا بی‌اعتنایی بالا ازیا شده، کاملا صرف بر ازیا خانه بوده، یک جایی بوده نان داده شده و لباس داده شده، دیگه بسیار کم از لحاظ روانی، از لحاظ احساسات، از لحاظ ازی که هر لحظه که تزی ساتری شه و هر لحظه غم ازی خورده شه و نیازهایش رفع شه و از این لحاظ چیزی وجود نداشته، و حتی در بعضی موارد از خشونت استفاده شده و حتی از در بعضی موارد شاید توسط کسی استفاده جنسی از اینا صورت گرفته باشه و مسائل دیگه، که اینا کاملا یک ایره اجتنابی غیر منظم هم میگن که با یک شکل دیگه است. در این قسمت فوکس ما راجع به ای که امی قسم اشخاص از دیدگاه زینا یک رابطه جنسی، رابطه که بین یک زن شوهر می باشه قسم است، رابطه ای که توقع از این رابطه چی است، چی نوع یک مدل دارن اینا از این رابطه، یا با یک نامزد یا در یک رابطه عاشقانه اینا چه قسم برخورد میکنن. فوکس ما دی مورد است دیگه. امید است که ویدیو مورد پسندتان قرار بگیره. ما یک سلسله نوت های گرفتیم در کامپیوترم که نوت ها را خوانده میرم و در موردش تبصره میکنم، توجهتان را میخوایم. تشکر. بازم در مثال قبلی خود میریم، فرض میکنیم یک کس نامزد است با یک شخصی که دارای خصوصیات اجتنابی است. یک انسان نرمال شاید توقعش ای باشه یا به می شکل ممکن است باشه که روز
دو سه دفعه اینا پیام کنن یکی دیگر در صبح در چهارشت پیشین، یا روز یک دفعه گپ بزنن، یا هفته 3-4 دفعه تلفن گپ بزنن، هفته 2-3 دفعه یکی دیگر ببینن، یا 3-4 دفعه. همینطور یک چیزای در یعنی اینطور نیست که روی سنگ نوشته شده باشه و تغییر نکنه، اما همینطور یک مثال هم میتیم. این حاله مقایسه میکنیم میره با یک کسی که رابطه اجتنابی داره، اونا چه قسم عمل میکنن در عین موقعیت. چیزی را که باید یادآوری کنیم، همگی انسان ها خصلت متفاوت دارن، اما این مسائل به شکل که بحث میشه انسان ها را به چندین کتگوری تقسیم میکنه. اینطور نیست که حتما همگی به همین شکل باشه. هر کس از خود یک پروگرامینگ مختلف داره در ذهن خود، تاثیرات اجتماعی، مدل که از کودکی دارن که پدر و مادر خود دیدن که چقدر وقت اینا پدر و مادر صمیمی بودن، بین یکی دیگر را درک میکردن، مثلا احساسات یکی دیگر را میفهمیدن. یا همگی ازی در ای که ما چه قسم فکر میکنیم و این مدل هم میاریم در زندگی خود، در زندگی زناشویی خود تطبیق میکنیم. این نقش بسیار عمده داره. امی وقتی که بسیار تکرار میشه، چندین بار طول چند سال بارها تکرار میشه، در ذهن ما یک چارچوکات، یک چارچوب را ایجاد میکنه که ما توقع ما از رابطه بین زن و شوهر، رابطه جنسی، رابطه بین نامزد چه قسم است. این حالا وقتی که راجع به کسایی که رابطه اجتنابی دارن راجع به یا گپ میزنیم، یا توقع بسیار پایین دارن از رابطه جنسی، از رابطه با جنس مخالف، توقع بسیار زیاد پایین دارن، چون خود از اینا در طفولیت مدل را که در ذهن خود از یک رابطه ایجاد کردن بسیار به یک سطح بسیار پایین بوده. به همین ترتیب یا از لحاظ وقت، از لحاظ احساسات بسیار یک سرمایه گذاری بسیار پایین میکنن در رابطه جنسی، رابطه با جنس مخالف، چه نامزدی باشه چه عروسی باشه، بسیار به یک سطح پایینی وقت خود ضایع نمیکنن. نظر از یا ایست که هر انسان باید از خود مستقل باشه، هر انسان از خود باید خودکفا باشه از لحاظ احساسات، چون از خودی خود از یا خودکفا بودن. کسی نه به یا گوش کردن نه به احساساتشون گوش کردن، اینا را همیشه سرکوب کردن، احساساتشون خاموش ساختن و اینا مجبور شدن که تمام مشکلات روانی خود، مشکلات خواهشات خود همگیشه خودشان رفع بسازن. به حساب اینا خودکفا شدن و از دیگران هم همین توقع را دارن که یا باید خودکفا باشن. مدل که اینا دارن از روابط ایست که اگر احتیاج بود هفته یک دفعه آدم یکی دیگر را میبینه، اگر احتیاج نبود یک نمیبینه و همه قدر کافی است. یعنی بسیار به یک سطح پایین است روابط. در مجموع اینا مدلی که از روابط دارن، خصوصا در کشورهای خارجی. بعضی مسائل را که من میگم در افغانستان قابل تطبیق نیست، اما افغان ها در خارج از کشور هم زیاد زندگی میکنن و این مشکلات مقابل هستن. مثلا در خارج وقتی که اینا زندگی میکنن، روابط دوستانه دارن، یک کسی که دارای خصوصیات اجتنابی است او میگه ما مستقل هستیم، به تنهایی زندگی میکنیم، هر کدام ما از خود کاملا آزادانه تمام مسائل خود به شکل که دلخواه خود ما است پیش میبریم. هفته یک بار نیاز داریم که یکی دیگر رو ببینیم. اونم قدر با مو اکتفا میکنن و ایره سالها دوام میتن. زندگی کاملا جداگانه میداشته باشن در دو خانه مختلف، در جای مختلف، اما هفته یک بار ملاقات میکنن، میبینن. کسایی هسته که همینطور یک رابطه را 10 سال دوام دادن، 15 سال دوام دادن. اما این یک چیزی برای کسایی که رابطه سالم داره، کسایی که اعتماد به نفس داره، کسایی که دارای خصوصیات اضطرابی هستن، با هیچ کدام از اینا کار نمیتر، چون همگی نزدیکی میخواه، روابط میخواه که روابطشان انکشاف کنه، روابطشان نزدیکتر شوه.
روابطشان به نامزدی بیانجامه، به عروسی بیانجامه. یعنی غیر از کسایی که دارای امی روابط اجتنابی و وابستگی های اجتنابی و خصوصیات اجتنابی هستند، دیگرها به این شکل زندگی را دوام داده نمیتونن. خود از اینا هم بسیار مشکل است که این گروه بین خودم جور بیان. همین نوعی که اجتنابی خیلی عمیق و ریشه دار و خطرناکترش است، اینا ممکن است با یکی دیگه جور بیاین. اما نوع اجتنابی عادی که اکثر انسان ها هستن که حدود 30% مردم جهان میگن که نوع اجتنابی عادی هستن، اینا بین خود چون اون نوع اجتنابی بسیار نزدیکی میخواین، باز فاصله میگیرن، نزدیک میشن فاصله میگیرن، تا این نوع اجتنابی بسیار عمیق ریشه دار که است که غیر منظمی را میگن، با این فرق داره. به او خاطر بسیار مشکل است که دوامدار با اینا رابطه ایجاد کرد. این تیپ رابطه اجتنابی اینا بسیار وقت میگیره که با کس صمیمی شوند، چون اینا آسیب پذیر نیستن. مردم هستن که خود از دیگه انسان ها دور نگاه میدارن، در فاصله خود امن احساس میکنن. به او خاطر کسی که آسیب پذیر نبود زود صمیمی نمیشه. یک کسی که آسیب پذیر بود کتاب باز بود و روابط بسیار باز با کسی داشت، خصوصیاتش هم مگی درک میکنه زود، ضعف‌هایش هم درک میکنه، آسیب پذیری‌هایش هم درک میکنه، باز اونا بسیار زود صمیمی میشن. اما این تیپ کسایی که دارای روابط اجتنابی بسیار عمیق و ریشه دار هستن، اینا اصلا آسیب پذیری‌های زیرا کس نمیفهمه دور خودم فاصله میگیرن و وقت زیاد میگیره اینا که با کس نزدیک شون. این قسم تیپ ها بسیار کم وقتا یک کار بسیار بزرگ را به کس انجام میتن یا کمک میکنن. مثلا یک کسی را که رابطه عاشقانه و دوستانه با او دارن، بسیاری وقتا برش چیز نمیکنن. زیاد مردمایی نیستن که در پولی یک کس استاد شون و بر از او هر کار کنن، کمکش کنن، وقت خود ضایع کنن بسیار زیاد، از لحاظ پولی، از لحاظ روانی، از لحاظ وقت، از هر لحاظ در اونجا سرمایه گذاری بسیار زیاد کنن، چون هم قسم روابطشون سرد است در مجموع. اما این قسم نیست که اینا احساسات ایره نداشته باشن، احساسی ایره نداشته باشن که با کس نزدیکی نکنن و یا از نزدیکی خوش نشون. اوتر نیست، خوش میشن و احساس دارن، اما فاصلهشون به شکل است که خصوصیاتشون به شکل است که اینا خود از یاد بر کس آسیب پذیر نمیسازن، ضعف خود نشان نمیتن و مدت طولانی را میگیره که وارد یک رابطه صمیمی نشوند. اینا تفاوتی که اینا دارن با نوع استرابی، اونا زیاد بسیار زود صمیمی میشن، بسیار نزدیکی میخوان، بسیار زیاد میترسن از یک کس از اونا دوری کنه، ترکشان کنه. نوع اجتنابی عادی هم اوان بسیار زود نزدیکی میکنن، زیاد صمیمی میشن، اما این نوع اجتنابی اینا نمیشن. در اینجا یک تفاوت بسیار بزرگ موجوده. ضعف‌های خود، رازهای خود، احساسات خود، از چیزایی که میترسن، از چیزایی که اراز دارن، همگی از این برشان یک راز است. کسی نمیفهمه که اینا واقعا چی نوع آسیب پذیری دارن، چی نوع احساس دارن. اگر اتفاقا در یک جای یک ضعف خود بگوین یا یک آسیب پذیری خود بگوین یا یک احساس خود بگوین، باز روز بعدیش بسیار احساس شرم میکنن، احساس کمبود میکنن، احساس پشیمانی میکنن و باز در تنهایی میرن، فاصله میگیرن. حتی یگان فاصله چندین روز دوام میکنه یا حتی یک هفته دوام میکنه این فاصله، چون سخت نادم و پشیمان میباشن از این و احساس خیلی بد برشان پیدا میشه که
یک چیزی را گفتن که شما میتونین از او علیهشان استفاده کنین. و دلیل از این بازم برمیگرده به دوران کودکیشان که از نگاه بیولوژی هم انسان ها تقریبا نیازهای مشابه دارن. یک کودک مثلا لباسش تر میشه در نتیجه ادرار، مثلا گرمی میکنه، خنک میخوره، به این نیازهایشان رسیدگی نشده، اینا به اعتنایی صورت گرفته و وقتی که اینا کمک شعور پیدا میکنن، 1 سال 6 ماه 7 ماه، در او وقت باز اتر فکر میکنن که کدام چیز در وجود از یا غلط است، چیز نواقص خود از اینا دارن، به این خاطر کسی به اینا توجه نمیکنن، نقص در خود میبینن، از احساس خود، از خواستای خود شرم میکنن، فکر میکنن هر خواست ما، هر نیاز ما، هر امید و توقع و خواهشی که ما دارم شرم‌آور است و این سبب شده که دیگرها برای من اعتنا نکنن. اگر من همین انسانه که هستم به می شکل اگر نمی بودم اعتنا میکردن. به او خاطر خیلی از آسیب پذیر خودم میدانن، خیلی زیاد ضعف‌های خود، احساسات خود بسیار یک راز پنهانی نگاه میکنن، چون شرم میکنن از اینکه کسی بفهمه، احساس خراب میکنن اگر کسی بفهمه احساسات داخلیشان، خواستایشان. امی احساس در وجود از یا اقدر در ذهنشان حق شده می باشه، در مغزشان، که به شکل اتومات بدونی که یا کدام آگاهی ازی داشته باشن، خود به خود همینطور میشن و حتی در جوانی هم اگر یک چیز را میگن که هیچ جای خجالت هم نیست، کدام چیز شرم‌آور هم نیست، کدام ضعف هم نیست، کدام چیز اما از دیدگاه از اونها یک ضعف است، چون همیشه هم قسم بوده که زندگی از یا همینطور یک چیز بوده که همه چیز، همه احساسات از اینا نادیده گرفته شده، پایمال شده، سرکوب شده و اینا فکر میکنن که بیان احساس ما جای خجالت است، جای است که ضعف پنداشته میشه و دیگه نوی گوش میکنن و ما نباید ایره بگویم. به او خاطر وقتی که اگر اتفاقا چیز را میگن، ممکن است که ساعتها جگرخون شوند به خاطر از او از شما دوری کنن و حتی شاید بعضی وقتا روزها. امروز روابط اکثرا در تلفن است، در پیام است، در مسیج است و در واتساپ. یک کسی که دارای خصوصیات اجتنابی می باشه، اگر طور مثال نامزد است، اطر نمی کنه که روزانه چندین بار پیام کنه، روزانه چندین بار. شاید در نهایتش یک دفعه یک صبح بخیر، یک دفعه شب بخیر است و ممکن است جریان روز یکی دو پیام دیگه در بینشان تبادله شوه و یا ای که هفته یک بار اگر ببینن. همینطور یک چیزی، یعنی چیزی نیست که حتمی به می شکل باشه، یعنی کمتر از نیاز خود گرچه که میخواین باید کسی باشن در ابتدا همینطور می باشد تا وقتی که اگر وارد یک پیمان و تعهد دائمی شوند باز مسائل کم تغییر میکنه. امیون به استاندارد که اینا دارن بسیار زیاد است. اگر برای شما پیام میکنن روز یک دفعه، برای یک کسی که خاصیت یا خواص اجتنابی داره این بسیار زیاد است و علاقه نهایت زیادشان نشان میده، به خاطر ازی که اصلا در ذهن از یا همون پروگرامینگ که در ذهن از یا هست این قسم نیست. این یک مدل که انسان ها یادی دارن که هر روز هر دقیقه باید گپ بزنن، هر دقیقه قصه کنن و نزدیک باشن. این تو یک چیزی، این ذهنیت اصلا برای اصلا این موضوع به این شکل دیدگاهشان این نیست. همچنان یا معمولا خوش ندارن در تلفن گپ بزنن، اکثرا چون در پیام، در مسیج کنترل می داشته باشن بالایی که چی میگن، تا ای که نشه که از زبانشان کدام چیزی برای که آسیب پذیریشان نشان بده یا احساساتشان. به او خاطر در روی پیام، مسیج کنترل می داشته باشن. اکثرا اونا زیاد اتکا به پیام کردن، مسیج روان کردن میکنن. در مجموع این قسم اشخاص زیاد وقت خود ضایع نمیکنن با کسی. در روابط اجتماعی بسیار
ضعیف دارن، با همگی ارتباطات بسیار محدود و کم دارن، با همو نامزد یا خودم اگر پیام میکنن، مسیج میکنن، بسیار خلاصه و مختصر می باشه. دوام که مسائل نمیرن، بسیار پیام های کوتاه می باشه، بسیار محدود. به هر صورت مشکل است روابط نگاه کردن دوامش با این قسم اشخاص به صورت دوامدار. شما چیزی که میتونین، مثلا اگر از یک وضعیت ناراضی هستین، به صورت گله با اونا مطرح نکنین این موضوع را که چرا تو نمیکنی، یا من خفه هستم، یا ای که من از این حالت ناراضی هستم، به یه اشکال منفی یا قدر نتیجه نمیته. اگر خواسته باشین با اینا روابطتان دوام بتین، برشون بگین که من خوش دارم که کدی نزدیک باشم، من خوش دارم که ارتباطات ما بهتر شه و روزانه چندین بار تلفنی صحبت کنیم، یا ای که پیام بفرستیم، یا ای که ببینیم. به این شکل پیشنهادی برشون مطرح کنین، اونا بهتر واکنش نشان میدن. خب نوتایی که من در این مورد داشتم در اینجا خاتمه پیدا کرد. حتما ویدیوهایی که در این مورد خصوصیات یک آدمی که دارای صفات اجتنابی است، در این مورد ویدیو مدارم که به تفصیل اونا را گفته، تمام عواملش و خصوصیاتشانه. ویدیو را حتما ببینین. وقت خوش برتان میخوایم.